بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی، حدیث در امام مسلم است. پیامبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که اقتلوا الحیات، مارها را بکشید، مارها را بکشید. پس معین میکند که کدام مارها را بکشید. و ذا تفيتين والأبتر فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که بکشید مارها را. و از جمله مارهایی که میکشی کدام مارها را گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم؟ ماری صاحبی چی است؟ صاحبی تفیتین. تفیتین این دو ماری که دو خطی دارد، دو خطی سفید دارد در پشتش. ماری که دو خطی سفید دارد در پشتش، همون را میگه بکشید. و ماری دیگر که نامش ماری ابتر. ابتر این یکی از نمودهای مارهایی است که ماری چی است؟ کبوت است. دمش کوتاه است یا که تماما دم ندارد، همون را میگه بکشید. سببش چیست؟ میگه سبب کشتنشون آنها وقتی که زنکی حامله دار به آنها نظر کند میترسد، شاید سبب شود در چی؟ در یعنی که حامله دار همون کودکش بغلطد، شاید سبب شود از ترس کودکش بغلطد. و گفت که چی؟ یلتمسان البصر، ای چشم انسان میبرد، چشم انسان میبرد. چیش میکند ده؟ همین او بعضی وقت انسان شاخ میشود که هم خیلی به هم مناده با الله داناتر است. برای همین هم خیلی مرور پیغمبر امر میکند که کشتن در کار. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب مفلحون سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.